حدیث اول، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که انما الاعمال بالنیات، یقینا که تمامی اعمال تعلق به نیت های انسان ها داره. و انما لکل امرئ ما نوی، و یقینا برای هر شخص پاداش و اجر اعمالش به شکل داده میشه که او نیت کرده است. رواه البخاری، این حدیث امام بخاری روایت کرده. من یک مثال براتون میگم اطفال شیرین. مثلا شما در داخل خانه شاید روزانه 10 دفعه در خانه داخل شوین و وقتی داخل خانه میشین با پای راست هم داخل شاید شوین، ولی اگر نیتتان سنت رسول الله صلی الله علیه و نباشه باز شما اجر نمیگیرید. پس وقتی که در خانه مثلا داخل میشین نیتتان جور بکنین، بگوین که من با پای راست و طریق رسول الله صلی الله علیه و داخل میشم، به این شکل بر شما اجر داده میشه. یا مثلا شما میفهمین که شیطان که دست چپ آب مینوشه و شیطان که دست چپ غذا میخوره، همیشه شما من از یک طفل مسلمان با دست راستتان غذا میخورین و آب مینوشین، لکن کوشش کنین که در نیتتانی باشه که ما میخوایم به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست راست غذا بخورم، با دست راست آب بنوشم. و می خاطر این حدیث میره میگه که انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، یقینا که اعمال به نیت ها تعلق میگیره، یعنی پاداش اعمال به اساس نیت است و برای هر کسی مطابق نیتش برش اجر و ثواب و پاداش